برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 6 دکبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. نتیجه زنوزنی در خباروفسک سه دانشجوی توجیک به افبوشی متهم می شوند. در سنت پترزبورگ پتنت دهم موجی را بیکار کردند. تلاش ترکیه برای قوی کردن حضور اقتصادی و دیپلماتیش در کشورهای آسیای مرکزی روسیه را عصبانی می کند. و اعلان حکم قاتل اروبکش در ولایت سوغد هم جانبی جبر دیده و هم طرفی محکوم شده را نارضا گذاشت. من از تو طلب کردم که اروی قانون و اروی عدالت کار کنی. بچه‌م رفته که زمین کردی عدالت. در ولایت خباروفسک روسیه نسبت به سه دانشجوی توجیک برای زنوزنی پرونده جنایتی باز کردند. ریاست تفتیشاتی ولایت میگوید زادگان تاجیکستان به آن گمانبر میشوند که در خوابگاه دانشگاه دولتی اقیانوس آرام دو دانشجوی روس را لطوکوب کردند. به قول مقامات حادثه 28 نوامبر رخ داده است و به سبب زنوزنی ماموران امنیتی به خوابگاه آمده 27 نفر را به شعبه پلیس بردند. از بین آنها سه دانشجوی توجیک به جنایت متهم شدند و مسئله به حبس گرفتن و قانونی بودن حضور آنها در روسیه بررسی می شود. عین زمان بعد زنوزنی گروهی مهاجران در نزد مرکز لخت سنتر در سنت پترزبورگ در شب 4 دکبر پتنت کاری بیش از 50 نفر را به اعتبار و 13 کسی دیگر را از روسیه اخراج کردند. دادگاه شهر استرافشان جوانی را در کشتار یک اروبکش گناهکار دانست و به زندان محکوم کرد، اما هر دو طرف یعنی پیوندان کشته شده و هم جوان زندانی از حکم نارضایند. یک جانب میگوید جزا باید سخت‌تر میشد، طرف دیگر بر این است که به فرزندش ناعادلانه جزا دادند. فرزند محمدی با هر دو طرف صحبت کرده این گزارش را فرستاد. دادگاه شهر استرافشان امید توره علی یک جوان 25 ساله را در فوت فرهاد جلیلوف 44 ساله عیبدار دانست و به 13.5 سال زندان محکوم کرد. اما عائله جلیلوف به این حکم راضی نیست. من از تو طلب کردم که اروی قانون و اروی عدالت کار کنی. بچه‌م رفته که زمین کردی عدالت. این بچه جزات داد. اروی قانون من همه 18 سال 20 سال به من وای بدن. لطوکوب فرهاد جلیلوف 23 آگوست امسال در بازار مرکزی استرافشان رخ داده است. او در اینجا اروبکش بود. 4 روز بعد از واقعه وی در بیمارستان جان داد. به نقل پیوندانش فرهاد جلیلوف به نانوایخانه آب و آرد میکشاند و برای این مزد میگرفت. جنجال بر سر آب و پول سر زده به فاجعه رسانده است. مادر امید محکوم شده میگوید در این واقعه خودی مرد فوتیده هم گناهکار بود و اول وی دشنام و حقارت کرده است. برای همین به گفته او حکم دادگاه ناعادلانه است. حکم وای به تغرینه وقتی که وای ناگهانی یک شپلاق زد این چیز به 108 بوده است. 2 سال حکم میگرفته است. اما حکمی وزنین بچه موندن. من تا پیش پرزیدنت امام علی رحمان برفته من این چیزای همشه میفهمونم که فرزندی من بیگناه. اما خانواده جلیلوف ادعا دارد که در مرگ پسر خانواده فرهاد جلیلوف مادر جوان محکوم شده هم دست دارد و از دادگاه مجازات او را طلب کرده است. زیبا مقیم و این را رد می کند. اما یک وای کرد که بابا جان زیبا پسرش کردی زد. من وای کردی سنگا به بالاش زد سلام بزده یا ارمتور کردی زد. گفتم سرد بیم چون مادرش نمیشنه. اما آن دیده میبرایم گفتم نه من چغیل مادر دلم میشد که برامده بچه یک کسه میزنم. خانواده جلیلوف در شهر استرافشان بیش از 3 ماه باز ماتم دارند. آنها میگویند با مرگ فرهاد که با عرابه روزگار خانواده را میکشید هم در غم و کلفت نشستند و هم در تأمین زندگی مشقت میکشند. پیوندان جوان زندانی میگویند 2 فرزند امید و عائله‌اش و بار وزین کاری نانوای و روزگارداری به ذمه آنها مانده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. رئیس کمیته روابط خارجی سنت آمریکا از پرزیدنت تاجیکستان خواسته است که سرکوب مخالفان سیاسی و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی را در داخل و بیرون جمهوری بحث کند. بن کاردین در نامه به امام علی رحمان نوشته از مناسبت بدی حکومت او نسبت به مخالفان، فعالان حقوق بشر و جامعه شهروندی سخت نگران است. همکارم میرزا نبی خالقزاد جزئیات نامه را دارد و در استودیو با ماست. درود بر شما. اول میگفتید که نامه را کی فرستادند و به امام علی رحمان چی گفتند؟ سلام شهلا. نامه را روز 27 نوامبر همین سال به قصر ملت قرارگاه رئیس جمهوری تاجیکستان فرستادند. ولی پاسخ حکومت به نامه هنوز معلوم نیست، اما آنگونه که می‌دانیم نمایندگان حکومت در گذشته زیر پا کردن حقوق مردم و سرکوب رقیبان و دیگر اندیشان را رد کردند و گفتند که افراد باید جنایت از جمله افراطگرایی جزا گرفتند و یا زندانی شدند. بن کاردین گفته است در حالی که تاجیکستان می‌خواهد از همکاری‌های بیشتری بین المللی و تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره گیرد، حکومتش باید بر طبق وعده‌های خود از جمله بر اساس اعلامیه بین المللی حقوق بشر عمل کند. مخصوص به شما مراجعه میکنم که به سرکوب دوامدار مخالفان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه شهروندی چی در داخل تاجیکستان و چی بیرون از آن خاتمه دهید افزوده است. و در ادامه نگاشته است که درباره حبس خودسرانه، شکنجه، حمله و حتی کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی، پیشوایان دینی و جامعه مدنی پیوسته گزارش میرسد. خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعقیب نمایندگان کمشمار اتنیکی و دینی، سازمان‌ها و رهبران محلی آنها ادامه دارد، گفته است بن کاردین. خب ببینید اساس مراجعه سناتور با نفوذ آمریکایی برای رئیس جمهوری امام علی رحمان بر پایه کدام گزارش و دلیل هاست؟ ببینید گزارش ها درباره مراعات نشدن حقوق انسان در تاجیکستان که هر سال زیاد میرسد، مثلا بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر، حکومت تاجیکستان در سال گذشته با تهدید و سوء استفاده از رسمیات دادگاهی شخصان بیرون از وطن، رقیبان سیاسی، فعالان جامعه شهروندی و حامیان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی حکومت تاجیکستان را یکی از عاملان سرکوب فراملی در جهان دانسته است. این سازمان تخمین می‌زند که تنها در سال گذشته 11 مخالف سیاسی و مذهبی را از روسیه به تاجیکستان برگردانیدند و بسیاری از آنها با اتهام ساخته به زندان انداخته شدند. اکثر این موردها پس از حادثه‌های خونین ماه می در ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت شده است. تنها سال 2022 نزدیک به 100 نفر از کشورهای خارجی به دوشنبه استرداد شدند. سالهای آخر بعضی از مخالفان سیاسی را در تاجیکستان با بندهای وابسته به تروریسم و افراطگرایی محاکمه و زندانی می‌کنند. و بن کاردین گفته است ایالات متحده می‌خواهد همکاری‌های خود را با تاجیکستان تحکیم بخشد و افزوده است که رعایت حقوق انسان و ولایت قانون به فایده تاجیکستان خواهد بود. تشکر برای صحبت. همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره نامه یک سناتور با نفوذ آمریکایی به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ما و شما گفت. رو میرم به موضوعهای دیگر. ترکیه به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیش در آسیای مرکزی است، منطقه‌ای که سالها باز زیر نفوذ روسیه قرار دارد. ناظران میگویند رقابت ترکیه با روسیه در این منطقه امکان دارد از جانب واشنگتن پشتیبانی یابد. تاجیکستان هم یکی از 5 کشور آسیای مرکزی است. گزارش تلویزیون صدای آمریکا در این باره را همکارم مومن احمدی تقدیم میکند. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه ماه نوامبر امسال با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست کشورهای ترک زبان در آستانه قزاقستان واخورد. اردوغان امیدوار است که با استفاده از پیوندهای قومی در این منطقه غنی از نفت و گاز حضور اقتصادی و دیپلماتیش را قوی می‌کند و در آسیای مرکزی با چین و روسیه وارد رقابت می‌شود. یکی از افضلیت‌هایی که ترکیه دارد استفاده از پیوندهای فرهنگی است و شاید روسیه و چین برتری‌های دیگر داشته باشند. یکم اینکه روسیه از نگاه امنیتی و داشتن دست قوی در منطقه حضور دارد. البته چین بازیگر مهم در اقتصاد کشورهای منطقه است، اما هیچ کدام از آنها از نگاه فرهنگی قومی پیوندی را مثل ترکیه با منطقه ندارند. حضور اردوغان در آسیای مرکزی بخشی از تلاش‌های کاهش دادن وابستگی ترکیه از اروپا پس از سرد شدن رابطه‌های این کشور با اتحادیه اروپا دانسته می‌شود.
روسیه نیز که برای جنگ در اوکراین زیر تحریم قرار دارد همچنان تلاش دارد که نفوذش را با کشورهای آسیای مرکزی قوی‌تر نگه دارد. روسیه با مشکل جدی واردات و صادرات مال و محصولات دچار است. راههایش به غرب بستند و دیگر از آنها استفاده کردن نمیتواند. ایالات متحده آمریکا نیز با آسیای مرکزی توجه دارد و تلاش میکند نفوذ افزاینده چین و روسیه را در منطقه کاهش دهد. تحلیلگران میگویند هدفهای مشترک انقره و واشنگتن میتواند آنها را در منطقه به هم آورد. بایدن در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران کشورهای آسیای مرکزی واخورد. امریکا کوشش میکند که با همکاری‌های در آسیای مرکزی از نفوذ چین پیشگیری کند، با روسیه رقابت نماید و برای پیاده کردن این هدفها ترکیه کشور عضو ناتو میتواند که یاری رساند. روسیه که آسیای مرکزی را حوله درون یا منطقه زیر نفوذ خود می‌داند، به گفته ناظران حضور ترکیه را خوش قبول نخواهد کرد. اما با عقیده تحلیلگران حالا پوتین برای دریافت حمایت و دور دادن تحریم‌ها تلاش می‌کند که با اردوغان رابطه‌اش را خوب نگه دارد. روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی طرح‌های گوناگونی دارند که هدفشان نفوذ بیشتر در منطقه است. تحلیلگران بر اینند که منطقه به یک رقابتگاه نوی کشورهای برقدرت تبدیل خواهد یافت که در آن انقره هم نقش کلیدی خواهد داشت. گزارش مومین احمدی بود. ضمناً ترکیه مکان کار و زندگی هزارها مهاجر توجیک است. مقامات توجیکستان قبلا گفته بودند که حدود 7000 شهروند کشور در اینجا به سر میبرند. شماری از آنها در شهر غازیان تپه مسکن گرفتند که اول امسال زمین لرزه سخت آنجا را تکان داد. آثار آن روزها هنوز در سیمای شهر باقی مانده است. سربیناز روح‌الله و شهلای عبدالله تابستان امسال به غازیان تپه رفته بودند. شهر غازیان تپه ترکیه اینجا ماه فوریه سال جاری شاهد زمین لرزه شدید شد و سدها بنا خراب گردیده دهها نفر جان خود را از دست دادند. هنوز هم آثار زلزله پوره از بین نرفته است. آنهایی هم که خانه‌هایشان را از دست دادند و جان به سلامت بردند، آن روزهای دهشتناک را فراموش نکردند. سرویناز تاجیک مقیم غازیان تپه ترکیه است. او 7 سال اخیر همراه با خانواده‌اش اینجا زندگی می‌کند. میگوید از زمین لرزه نجات یافت، ولی بینایی که او آنجا زندگی میکرد ولنگار شد و بعداً آن را پوره تخریب کردند. او هرگاهی از این خیابان در شهر غازیان تپه میگذرد و تخریب بیناهای خطرناک برای زندگی را میبیند، آن روز شوم زمین لرزه دیگر باره مثل فیلمی از پیش چشمانش میگذرد. همین یامو بود یا یکنی مداجن نبود گذشتگی کودکی مایده دستم با یا بچم هسته دو تا کودکتی شوهرم کجا گرفتن ندونستم ایسو. زلزله شدید در ترکیه صبح 6 فوریه باعث مرگ بیش از 40,000 نفر شد. به گفته مقامات این کشور هزارها تن دیگر مجروح شده یا زیر ویرانه‌ها ماندند. سازمان ملل متحد گفت این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در دو کشور ترکیه و سوریه تاثیر رساند. آنهایی هم که مثل سرویناز اوسکوچک زنده ماندند از آن روزها خاطره های تلخی دارند. 3 روز همونجا زندگی کردیم در درون ماشین. بعدی 3 روز مسجد رفته در مسجد 12 روز یا 10 روز همیشه زندگی کردیم. کودکی مایده قطع هوا خنک بود داخل بیرون ده. غازیان تپه 2 میلیون اهالی دارد و در زمین لرزه خسارات زیادی دید. تاجیکان در این شهر هم مرز با سوریه زیاد نیستند. قبلا گفته میشد دهها شهروند تاجیکستان از اینجا به سوریه رفتند تا عضو داعش شوند. در این شهر حالا تخریب بیناهایی که زندگی در آنها ناممکن شده است ادامه دارد. حالا با گذشت چند ماه مردم شهر دیگر باره به زندگی معمولی برمیگردند و سرویناز و خانواده‌اش مثل ساکنان دیگر امید دارند که حکومت ترکیه برای بنیاد منزل‌های تخریب شدهشان کمک میکند. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو میتونید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و توییتر، اینستاگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی در خدمت شماست. فراموش نکنید فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری.